در آستانه بازی فوتبال میان تیم سربستان و آلبانیا ماموران پلیس در شهر بلگراد پایتخت سربستان به حالت آماده باش آورده شدند. فدراسیون فوتبال سربستان اجازه نداده است که مخلصان فوتبال از آلبانیا و کوسوو به تماشای این بازی بیایند، اما با وجود این بعضی از مخلصان گفتند که بعد دیدن مسابقه میآیند. در شمال پاکستان بر اثر باد تند و باران سیل و ژوله چندین خیمه و خانه‌های پناهندگان از مناطق قبایل نشین ویران شد. ساکنان اردوگاه جلازه گفتند بعد جاری شدن سیل به خیمه‌هایشان دیگر امکان زیست در آنها وجود ندارد. در اردوگاه جلازه هزاران نفر از 3 ناحیه قبیله نشین پاکستان پناه بردند. این مردم بعد شروع عملیات نیروهای دولتی پاکستان علیه جنگجویان طالب در تابستان امسال خانه‌هایشان را ترک کردند. در پاکستان میمانیم. در شهر پیشاور طرفداران گروه تندروی سنی مذهبی اهل سنه و الجماعت با برگزاری تظاهرات ادعا کردند که ماموران امنیتی پاکستان اعضای فعال این گروه را می‌ربایند. تظاهرگران شعارهای ضد حکومتی سر دادند و برای مدت راه اصلی پیشاور را بستند. در تاجیکستان رانندگان ماشین‌های بارکش شکایت دارند که شرکت متصدی راه دوشنبه چناخت که مرکز را با ولایت سوخت می‌پیوندد، حق استفاده از این راه را بالا بردند. با گفته رانندگان بالا رفتن قیمت انتقال بار سبب افزایش قیمت مال و کالا در روستاهای اطراف شده است، اما با گفته مسئولان شرکت حق اضافی از رانندگان گرفته می‌شود که بیش از معیار معین شده بار می‌برند. در شهر آستانه پایتخت قزاقستان نمایش نققاشی‌های انسقان مصطفا رسام و بلاگ‌نویس جوان باز شد. مصطفا انغزن با نوشته‌هایش درباره مسائل اجتماعی به مثل شرابخوری و اسقاط حمل و یا ابورت در قزاقستان معروف است و این مسئله ها را در نقاشی‌هایش نیز تصویر کرده است.